سلام قشنگای من، روزتون بخیر باشه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه با من. رفتم پایین جزمم بیارم دیگه، گفتم ویدیو هم از همینجا شروع کنم. قرار با هم دیگه درس بخونیم. فعلا و با من همراه باشی. years later. خیلی شما قشنگی. پیشی چیه؟ وای چقدر خوشگله. بچه اینقدر دیره که اصلا کلی بخوام بگم بهتون، من از مدرسه که برگشتم همون رو رفتم نهار خوردم بیرون. از اونجا که برگشتم خونه اینقدر خسته بودم، نمیدونم خسته چی هم بودم، گرفتم خوابیدم تا الان. بعد پا شدم دیدم هیچکی خونه نیست، زنگ زدم گفتن حاضر شد 10 دقیقه دیگه باید بریم اونجا. باشم الان پا شدم. استایلی که میخوام بزنم درسته که شب یلداست ولی نمیخوام قرمز و اینا بپوشم، میخوام یه ذره متفاوت باشه. این کت صورتی خیلی خوشگل همین امروز هدیه‌اش گرفتم از زنمون دیگه، چون خودشونم اونجا میخوام ست کنم ببینم. خیلی خوشگله، نگاه جنس پارچه رو. مسیر برگشت که میومدم یه گل فروشی نزدیک خونم میزدن و خیلی خوشگل بود، گل آفتاب گردونش خوشگل تزیینش نکردن. میخواستم یه ذره با ژیپسوفیلیا از این قرمزا بشه ولی اونقدر معلوم نیست. مهم اینه که گل خوشگلی. وای دیره. من واقعا باید برم حاضرشم آرایش کنم و واقعا الان وقت ندارم فیلم بگیرم. عکس استایل نهایی اینجا واسهتون میذارم که چه شکلی شده و چون مهمونی خانوادگی هم هست نمیتونم واسهتون فیلم بگیرم. هنر ئاونەواز شیرینی چلە تۆم و چەرەزاد ئەنریا خوانچە بۆ زاوا وەوی لە ماڵ باوکەوە ڕۆژ چلە و شەوی ملەت هاتکی وەوی لە پشت پەنجەرە بۆ خوانچەی ڕازیار ئەچووە ئەو بەرە بە پلەزیقان قیژە و کاوەخاو شەوچلە جەم بوون جوان و پیر و لاو کاڵک تورشی زەرد هەنوور بە ئانوو جا گەنم برژیار پڕ پیاڵەی دانوو قەیسی و هەنجی توی وشک و گەنم تۆنگا و کاکڵە ئەخوریا نمنم ئاردەتو و قاوت ئەو تامە خۆشە قەدیم وەها بوارێت بەفر بە کڕیوە وڵات داشارێت شاخەی شەتاوان بەربێت لە چیا کوردستان بێتە بەهەشتی دنیا. من حاضر شدم، گفتیم یه ذره بریم بیرون.
شاره داری جلال ممارستان منو آمادی سند کنیش بوجا نوینی اسرا وی یعنی جدوی اوناس که منو کرهات بناوینی صبحتون بخیر باشه خوشگلم. امروز دیگه باید بشینیم با هم دینی بخونیم. در زیاد عقب افتادم، باید به کوب بشینیم دینی بخونیم. پس امروز رو با درس با من همراه باشید. نمیدونم چرا موقع دینی خوندن خوابم میگیره. اصلا انگار دارم نمیکشم. فردا امتحان دارم، 6 درس. هر امتحان بیاد و من درس دومم دستم. فکر کنم امشب نباید بخوابیم. years later. You want to come over? بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه نفهمم مکه. یا الله. چطور؟ یخچال. چی شد؟ فوت فرنگی من هست؟ نه. دیلوت مکت. بابا خودت بانی. بوش میکنم. بوش کن. همش بزنم. میخوای همش بذار. کجا کاکاو بریزم؟ بریزم؟ ازش شد از همینم رو گاز اینجوری همش بزن. باشه. گاز این همیشه مشکل داره. خوشت آب بگیرم نکفت. من برویم بالا. آه خوبه. ببرو. میتونی اینو گردی تو بباری؟ گردی چی بیاد؟ الان باید چاقو بگی دست راستت بگیر. دست راستت کدومه؟ آفرین. حالا این شکلی موزه بگیر از این بر. حالا دونه دونه این شکلی دقیقاً فشار بده. آفرین. حالا بعدی آفرین. همین شکلی برو. مواظب دستت باشه. او برعکس. چاقو برعکس. آفرین. ما زبانمون هم فارسه هم کرده. ما کردی ولی فارسی هم میدونی. حرف میزنی. تو نقول برعکس چاقو کن. ای بابا
بذارم روش. آفرین. فقط صفحه رو به هم بزنم مشکل نداره. هم برای من بذار. آبیه واسه تو باشه یا صورتیه؟ آبیه. مثل من تزیین کن. کیوی بذاریم؟ کیوی دوست داری بذارم؟ کیوی ترشه. باحال میشه. من کیوی و شیر خواهم خرابه. میگه بهتر نخوریم. بهنه رو میخوریم؟ بهنه رو شیر خرابه؟ هنر نخوریه؟ مطمئنی؟ هویج بسم الله کرد. اینطوری؟ آره. موضوع رو برای منم بذار. باشه دیگه. یاسم کردی. یاسم کردی. این چی؟ این از نتیجه و اینم از کمک سرآشپز. والا بیشتر ایشون سرآشپز بود مگه نه؟ بله. خب بریم بخوریم. بیا پایین. میتونیم بپری پایین؟ سقوط از برج میلا. خب مال منو بیار بریم. لباس گرم میپوشم گرمم میشه. استر میپوشم سردم میشه. حالیه. حالیه. حالیه؟ نه. نه بابا. بخور. چی نخوری؟ خوش نیه؟ نه. نه. اینا براش صابونه خوبه. بابا. یه درستش میکنم میزنم توی یخچال براش صابونه میخورم. خیلی مقویه ولی. اولین بار که اوتمیل درست کردم گذاشتمش توی یخچال. بعد نم چی پیش اومده بود که ما رفتیم بیرون تا 2-3 روز بر نگشتیم. رفتیم باغ اگه اشتباه نکنم. بعد یه کلا یادم رفته بود که همچین چیزی دارم. بعد خراب شده بود. بعد که اومدم فکر نمی‌کردم خراب بشه دیگه. قاشق اول رو که خوردم رسما انگار اسیدی شده بود. ترش حالمو بد کرد دیگه. از اون موقع بعد اصلا نرفتم سمت اوتمیل چون از جلوی چشام یه جوری افتاده بود. این بارش دوست داشتم. خوشمزه شده بود. به ذائقه ایلیا نمیخورد ولی من دوست داشتم. بریم که 2 تا درسم مونده دیگه. دیر کرده. منم دارم یخ میزنم. نگاه مقنعه چجوری زدم. وای 2000 years later. یه چیزی بهتون بگم. من از مدرسه اومدم. خب گرفتم خوابیدم. در حالا گوش کن. گرفتم خوابیدم تا ساعت چند بگیم 5 اینا. 5 دور پا شدم رفتم همون. انقدر خوابم میومد که موهامو شونه نکرده. 3 بار نکشیده. همونو اومدم تو سر خوابیدم دوباره. حالا ساعت چند بود؟ 7 بود. فکر کن تا که خوابیدم. تا 7 صبح فردا یعنی امروز. خسته نباشی دلاور. خدا قوت پهلوان. 9:32 خب تو همین 2 ساعتم نمیدارم داشتم همین ویدیو رو ادیت میکردم و این شکلی بودم که چرا پایان نداره باید پایان بهش بدم دیگه. خلاصه خواستم توضیح واسهتون بدم. اینی که الان دارید میبینید فردای اون موقع است که مامانمو ترسوندم. الانم دیگه باید پاشم حاضرشم بریم درس بخونیم چون امتحان فیزیک دارم یک شنبه. امروزم جمعه است و اونقدر وقت نداریم. 3 فصل. مرتبی موهام دقت نکنید گفتم بهتون نتونستم شونه کنم. همونو گرفتم روش خوابیدم. دیگه خلاصه که گوشیم با خودم نمیبرم اونجا که درس میخونم. پس همینجا باید ازتون خداحافظی کنم. مرسی از اینکه این ویدیو رو نگاه کردید. امیدوارم که دوستش داشته باشید. لایک و کامنت و سابسکرایبتون نره. دوستتون دارم خیلی زیاد. تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار.